مقدار 600 میلیون دلار آمریکایی برای رشد و انکشاف منطقه بدخشان کوهی جلو می‌گردد که این اقدام از جانب شرکت شانژو خطای گذاشته شد. نیمه اول روز 5 ایول رئیس ولایت شادخان جمشید دیرکتور گنرالی این شرکت بیان چون لین را به حضور قبول نمود. در واخوری و ملاقات دوجانبه مسئله های رشد ساحه اینفراستراکچور ولایت مختار کوهستان بدخشان مورد بررسی قرار داده شدند. رئیس ولایت شادخان جمشید در آغاز ملاقات قید نمود که جانب بدخشان برای همکاری ها با شرکت های جمهوری خلقی خطای آماده بوده طبق دستور و سپارش رهبر دولت امام علی رحمان برای عملی سازی برنامه های اینوستیسیونی شرکت شانژو مساعدت می نماید. شرکت چینی شانژو تشکیلات سرمایه‌گذار بوده در شهر گونگکنگ خطای اساس یافته است. در تاجیکستان برای عملی‌گردانی برنامه‌های اینوستیسیونی زیاده از 4 سال باز فعالیت می‌کند. دیرکتور شرکت مذکور بیان چون لین ضمن ملاقات قید نمود که طبق نقشه برنامه‌های مبلغ‌گذاری را در تاجیکستان و قرقیزستان عملی می‌نماید. او افزود که نخست تصمیم دارد از ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد کارخانه‌های کلان صنعتی را آغاز نماید. و چنانکه معین کرده شد در نوبت اول با مبلغ گذاری شرکت شانژو در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان زواد کلان سمنت براری ساخته می شود که اقتدار استحصالی آن در یک شبانه روز مقدار 3000 تن سمنت را تشکیل خواهد داد. در قسمت نهایی ملاقات میان رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان و شرکت شانژوی جمهوری مردمی چین شرطنامه ها مهر و امضا کرده شده همکاری ها رسما آغاز اعلان کرده شدند. رئیس ولایت شادخان جمشید در نوبت خود دیرکتور شرکت شانژو بیان چون لین را برای آغاز برنامه‌های سازندگیش در بدخشان تبریک نموده قید کرد که با گذاشتن این اقدام در ولایت اینفراستراکچور رشد یافته جایهای زیادی کاری پیدا خواهند گردید.